سلام خدمت دوستان عزیز. میخوایم فر موقت رو آموزش بدیم خدمت دوستان عزیز. فقط یه نکته داشته باشین که اون پایین لایک رو یادتان نره عزیزان، ممنون میشم. خب موسمو رو بزنی داخل دستان، دست میزنی قشنگ میزنی به موها، طوری که تمام موها آغشته بشه به موس مو. دوستان نکته داشته باشین، پس کلا میزنی. خب دوستان موس مو حالا با سره دیسپانسیه موها رو به صورت دورانی خلاف اغلبای ساعت میچرخانیم که مو قشنگ فر بشه. دوستان نکته رو